تتلوی ایرانی یا سید مسعود افغانی؟ بیاین که ببینیم که امروز کدامشان یا آهنگ بهتر اجرا کردن. بدون ضایع وقت میریم اول از سید مسعود افغانستان گوش میکنیم. در نگاهت مانده چشمم، شاید از فکر سفر برگردیم شب. از تو دارم یادگاری، سردی این بسته را پیوسته بر لب. نصف شب میشونم اونجا تنهایی تو بگو چطوری میگذرونی تنها نصف شب. و حالا نوبت تتلو از ایران، ببینیم که چی خوانده. در نگاهت مانده چشمم، شاید از فکر سفر برگردی امشب. از تو دارم یادگاری، سردی این بوسه را پیوسته بر لب. پر غم، پر داستان بعد، پر دل هره، پر از بی کسی شبان قشنگ. ویدیو را حتما لایک کنین و در کامنت ها برام نوشته کنین که کدامش به نظر شما بهتر بود، تتلو از ایران یا سید مسعود از افغانستان. اسم کشورهاشان کامنت کنین ببینم اسم کدام کشور بیشتر کامنت میشه. لایک ویدیو هم یادتان نره. خدا حافظ.